مقایسه دقیق و حرفه‌ای هیتر قدرتمند سوگان 816 DX با هیتر قدرتمند و حرفه‌ای سوگان 816. با من همراه باشید تا این هیترها رو معرفی کنم. هیتر 816 بسته به نیازتون 4 سری مختلف داره. 816 DX هم بسته به نیاز شما در سایزهای مختلف 5 تا سری به همراه هولدری در کنار خودش داره. 816 DX برای ذخیره‌سازی دما و فشار باد از 4 تا کانال حافظه بهره میبره. خیلی راحت میتونید دما و فشار باد رو تنظیم کنید و روی کانال مورد نظرتون نگه دارید و ذخیره‌سازی رو انجام بدید. هیتر 816 سوگانم مثل 816 DX از 4 تا کانال حافظه بهره میبره. خیلی راحت میتونید بین کانال ها سوئیچ کنید، فشار باد رو تنظیم کنید و دمای مورد نظرتون رو انتخاب کنید و روی کانال نگه دارید و ذخیره سازی رو انجام بدید. هر دو هیتر از قطع کن برخوردارن. دسته رو وقتی که بردارید شروع میکنه به بالا رفتن دما. بعد از اینکه دما در سریع ترین زمان بالا رفت، با قرار دادن دسته روی پایه میبینید که دما به سمت پایین کاهش پیدا میکنه. شما میتونید هر دو دستگاه رو به همراه گارانتی از مجموعه آسان GSM تهیه کنید و یا به سایت ما مراجعه کنید و خرید خودتون رو انجام بدید. با من همراه باشید تا مقایسه دقیق‌تر و ریزتر این دو تا دستگاه رو با هم دیگه براتون انجام بدم. زیاد معطلتون نمی‌کنم، بریم برای مقایسه هر دو دستگاه. این هیتر 816 سوگانه و هیتر بعدیمونم هیتر 816 DX سوگانه. به نظر شما کدوم یکی از این دستگاه ها بهتره؟ بریم ببینیم که کدوم یکی بهتره. از قبل در کانال یک هر دو دستگاه ذخیره سازی دما و فشار باد رو انجام دادم. دما روی 500 درجه سانتیگراد و فشار بادم روی 20. صفحه نمایش 816 کوچکتر از 816 DX. 816 DX مستطیل شکل و وسطش هم دمای فعلی رو نشون میده. دسته‌های هر دو هیتر رو میخوام از روی پایه بلند کنم تا ببینم کدوم یکی سریعتر دماش بالا میره. 1 2 3. من این کار رو بارها انجام دادم. هر دو دستگاه رو به صورت همزمان تست کردم و متوجه شدم که هر دو دستگاه میتونن تا 500 درجه سانتیگراد در کوتاه‌ترین زمان برسن. همونطور که دیدید با 1 ثانیه اختلاف هیتر 816 سوگان از 816 DX بهتر عمل کرده و برنده این قسمته. حالا ببینیم وقتی دسته رو روی پایه ها قرار میدم کدوم یکی زودتر خنک میشه. وقتی دسته ها رو روی پایه ها قرار دادم متوجه شدم که در سریع ترین زمان فشار باد رو بالا میبرن و این کار باعث میشه تا در کوتاه ترین زمان این دستگاه ها خنک بشن تا دستگاهتون کوچکترین آسیبی بهش وارد نشه. تا دستگاه خنک میشه میخوام از فرصت استفاده کنم و یه توضیح تخصصی به شما عزیزان بدم. دستگاهی که از قطع کن دسته برخوردارن خیلی عمر طولانی تری نسبت به دستگاهی دارن که از قطع کن دسته برخوردار نیستن. حالا ببینیم کدوم یکی از این دستگاه ها زودتر خنک میشه. هر دو دستگاه دارن خوب عمل میکنن و در کوتاه ترین زمان با بهترین کیفیت دارن کار خودشون رو انجام میدن تا دما رو به 100 درجه سانتیگراد برسونن و به صورت استندبای یا حالت اسلیپ برن. 816 DX داره عملکرد بهتری رو نشون میده و میبینید که به 100 درجه رسید و به حالت استندبای رفت و دستگاه 816 با 3 ثانیه اختلاف بازنده این قسمته. حالا بریم هیتر آنالوگ و دیجیتال سوگان 816 رو کاملتر معرفی کنم. همونطور که اول ویدیو گفتم این دستگاه از 4 کانال حافظه بهره میبره. خیلی راحت میتونید فشار باد رو توسط این کلید تنظیم کنید و به صورت آنالوگ میتونید این کار رو انجام بدید. فشار باد رو میتونید از 1 تا 120 تنظیم کنید. کلیدهای ولوم مانند دستگاه 816 سوگان با دستگاه 816 DX فرق میکنه. میتونید توسط این کلید هم تنظیم دما رو از 100 درجه تا 500 درجه سانتیگراد انجام بدید. حالا بریم ببینیم در این قسمت سوگان 816 DX
چه عملکردی رو داره. کلیدهایی که در سمت راست دستگاه قرار گرفتن کلیدهای تنظیم کردن فشار بادن. از 1 تا 120 میتونید فشار باد رو تنظیم کنید. دو تا کلید دیجیتالی هم که سمت چپ قرار گرفتن برای تنظیم کردن دمای دستگاه. شما میتونید دمای دستگاه رو از 100 درجه تا 500 درجه سانتیگراد تنظیم کنید. احتیاجی نیست که هر دفعه بخواید دما و فشار باد رو تنظیم کنید. کافیه روی هر کانال بزنید تا دما و فشار بادی که از قبل تنظیم کردید رو ببینید. به طور مثال من میخوام الان دما و فشار باد رو تنظیم کنم. دما رو روی 390 میذارم و فشار بادم روی 25 تنظیم میکنم. ذخیره سازی رو با نگه داشتن دستم روی کانال 2 انجام میدم. شما میتونید برای ذخیره سازی از 4 تا کانال استفاده کنید. همونطور که گفتم دستگاه 8 سوگانم از 4 کانال برای ذخیره سازی فشار باد و دما استفاده میکنه. شما میتونید توسط کلیدهای ولومی که در قسمت بالای اون قرار گرفتن فشار باد و دما رو تنظیم کنید. بعد از تنظیم کردن فشار باد دمای دستگاه رو روی 387 میذارم و روی کانال 2 دستم رو نگه میدارم و میبینید که ذخیره سازی انجام شد. حالا میتونم برای سویچ کردن روی هر کانال بزنم تا دماها و فشار باد مختلف رو ببینم. همراه دستگاه 8 سوگان 4 تا سری در سایزهای مختلف و طرح‌های مختلف وجود داره. بذارید داخل این 2 تا سری رو بهتون نشون بدم. حالت گردبادی اون باعث میشه تا به صورت دقیق‌تر و منظم‌تر روی آیسی حرارت بدید. حالا اگر خواستید آیسی شما به صورت متمرکز حرارت نبینه میتونید از این 2 تا سری استفاده کنید که میبینید سوراخ هستن و حالت گردبادی ندارن. دستگاه 8 هم از 5 تا سری بهره میبره. این 2 تا سری حالت گردبادی داره و میتونید به صورت منظم و دقیق‌تر روی آیسی حرارت بدید. هیتر 8 از 3 تا سری دیگه در سایزها و طرح‌های مختلف هم استفاده میکنه. میبینید که داخل اونا سوراخه و حالت گردبادی ندارن. شمایی که تعمیرکار سخت افزار هستید دوست دارم نظر خودتون رو در رابطه با سری‌های مختلف بدونم. شما اگر بودید کدوم یکی از این سری‌ها رو برای دستگاه هیتر خودتون استفاده می‌کردید؟ سری‌های گردبادی یا سری‌هایی که سوراخن؟ اگر دوست دارید سری‌های هیترتون گم نشه، خوشبختانه دستگاه 8 در کنار خودش یه هولدر داره که میتونید از این هولدر استفاده کنید و سری‌هاتون رو روی اون بچینید. دستگاه 8 با دستگاه 8 یه تفاوتایی دارن، مثل این کلید که میتونید روی صفحه نمایش دمای دستگاه رو به صورت سانتیگراد و فارنهایت ببینید. اگرم روی کلید نگه دارم اسپیکر خاموش میشه و کلیدها هیچ صدایی ازشون در نمیاد. کافیه دوباره نگه دارم تا اسپیکر روشن بشه. شما عزیزان میتونید برای تهیه دستگاهی سوگان 8 و 8 به مجموعه ما مراجعه کنید و یا از طریق سایت asangsm.com خرید خودتون رو انجام بدید.